اگه کانسیلر نداری، پنکیک یا سایه رنگ روشنت رو پودرش کن، بهش کرم دور چشم یا مرطوب کننده بزن، ترکیب کن. الان یه کانسیلر داری که خیلی هم عالی بلند میشه. اگه ریمل نداشتی یا خواستی یک ریمل رنگی برای خودت درست کنی، اول اسپولی رو بزن توی ژل ابروت، بعد بزن توی اون رنگ سایه‌ای که می‌خوای، میتونه مشکی، قهوه‌ای، آبی یا هر رنگ دیگه‌ای باشه. دوباره یکم با ژل ابرو ترکیبش کن که اون حالت پودر رو نداشته باشه بریزه زیر چشمت. حالا استفاده کن. اینجا خیلی مشخص نیست به خاطر اینی که من روی ریمل استفاده کردم. شما روی موژه خالی بزنید عالی رنگ میده. اگه پودر فیکس نداشتی، یه جای مهمم می‌خواستی بری و صورتت هم خیلی زود به زود چرب میشه و عرق میکنه، میتونی یک بارش از پودر بچه استفاده کنی. اینو بدون که پودر بچه برای صورت ضرر داره و نمیتونه جایگزین پودر فیکس باشه. یک بار در صورت نیاز میتونی ازش استفاده کنی که دور چشم و دور بینی هم نباید بزنی. اگر هم ژل یا صابون ابرو نداشتی، از چسب مو یا تافت مو میتونی استفاده کنی روی اسپولی، خیلی قشنگ ابروها رو فیکس میکنه. اینم فقط یکی دو بار میتونی استفاده کنی چون باعث ریزش میشه. اگر هم کانتور کرمی نداشتی، میتونی از ترکیب مرطوب کننده با سایه رنگ قهوه‌ای درستش بکنی. پیگمنت خوبی بهت میده، هم یه بافت خیلی خوبی هم داره که خیلی راحت بلند میشه. و در نهایت حتی اگر گرونترین هایلایترها هم که داشته باشی، شاید اون پیگمنتی که میخوای رو بهت نده. بیا قبلش از مداد چرب سفید استفاده کن، حالا روشو هایلایتر بزن. اینطوری کم پیگمنت ترین هایلایتر هم که داشته باشی، قشنگ برقش توی چشم میزنه.